سلام، مهدی هستم. امیرحسین هستم. با یه قسمت دیگه از پادمایند همراه شما هستیم. البته با دیزاین جدید. خب تو این قسمت میخوایم راجع به 5 از پردرآمدترین کسب و کارهای 2023 با هم دیگه حرف بزنیم. اولین چیزی که میخوایم راجعش حرف بزنیم یوتیوبریه. و یکی از دلایلی هم که ما شروع کردیم، حالا نمیگم همش پول بوده، به قول امیر ارتباط مردم. آره، برای اطلاعات مردمه. آره، ولی خب نه، ولی جدا از شوخی، واقعا یکی از چیزایی که همیشه دوست داشتم این بود که حداقل بتونم یه سری اطلاعات به اطرافیانم حداقل بدم که یه مقدار از اون حالت میشه گفت قدیمی خودشون خارج بشن و بتونن حالا با تکنولوژی جدید بیشتر ارتباط بگیرن. برای خودم حداقل خیلی ارزشمنده که بتونم این کارو بکنم. ولی ما رو نمی‌تونیم بگیم راجع به خودمون، به هر حال یوتیوبری پردرآمد. ولی آره، واقعا برای پولش هم هست و هر کس میگه برای پول دارم این کارو نمی‌کنم دروغ میگه. ولی خب باز بگم البته شغل خیلی میشه گفت سختیه و به همین راحتی هم درآمد نمیده. ببین یه چیزی که بقیه متوجه این قضیه نیستن تو کانتنت کریئتوری، اون روندیه که تو طی می‌کنی تا بخوای این کانتنت رو کریت کنی. همش انگلیسی شد. آره، خروجی که میخوای بگیری خب خیلی آره، از همون اولا حالا اون ایده، محتوا، چگونگی پیاده سازیش، همه اینا چگونگی پیاده سازیش کتاب باشه، گفتم همه اینا تاثیرگذاره. و اینطوری نیست واقعا مثلا کسی که میاد تو محتوا تولید میکنه و اینا همینجوری یه دوربین بذاره بپره جلوش بگه خب من میخوام الان حرف بزنم. آره، بحث اطلاعاتی که میدم نیست، اون پیش درآمدهایی که نیازه برای اینکه یه خروجی مناسب تهیه بشه خیلی مهمه. حالا چه نوره، چه تصویره، چه صداست، چه نحوه فیلم برداریه و خیلی موارد. حالا میکروفون آره، همه اینا واقعا تاثیرگذارن. خب خیلی از کانتنت کریئتورها میبینیم، البته بگم همشون قابل احترامن، ولی خب خیلی ها رو میبینیم توجه نمیکنن، با یه صدای خیلی داغون، با یه کیفیت صدای خیلی ضعیف کارو شروع میکنن. قابل احترامن که با کمترین امکانات دارن شروع میکنن، ولی خب اگر خود اون کانتنت کریئتور خودش رو بذاره جای ویور، آیا حاضر میشه ویدیو خودش رو با اون کیفیت پایین نگاه بکنه یا نه؟ به خاطر همین لازمه که به عنوان یک یوتیوبر یا تولید کننده محتوا حداقل‌های لازم برای ساخته یه محتوای خوب رو دیگه داشته باشه. حالا ایناش یه بخشیه واسه موقعی که شما می‌خواید این جلو دوربین. یه سری کانتنت هست اصلا نیاز به دوربین و اینا هم ندارین، میتونین همینطوری تولیدش کنین. مثلا طرف میاد یه سری انیمیشن خارجی رو میگیره دوبله میکنه، صدای خودش رو روش میذاره و اینا. شما فقط واسه این کار کافیه صدای خودتون رو با گوشیتون ضبط کنین، ادوبی پادکست بدین، صداتون یه مقدار درست کنه و حرفه‌ای کنه بذارین روی ویدیو. فکر نکنین حالا یوتیوبر شدن و این داستانا همینجوریه که حتما من باید اینو داشته باشم، اونو داشته باشم، فلانو داشته باشم و حتما باید خودم بیام جلو دوربین. این داستانا هم نداره. خیلی از راههای دیگه هم هست. مثلا یه دونه از پر ویو ترین موضوعات توی یوتیوب و اینا عکس نوشته است. اصلا صرفا یه بک‌گراند گل و دریا و این ور اون وره، شما یه متنی رو میندازین روش و خیلی ویو میخوره، ویوهای خیلی میلیونی میخوره و درآمد خیلی خوبی هم از همینا میشه. یا مثلا از این حدس ایموجی هست، اینه به علاوه این چه کلمه این میشه و اینا، ویوهای اینا تو یوتیوب میخورن که اصلا باور نکردنیه. از همه این موارد بگذاریم، یکی از مهمترین چیزهایی که باعث این میشه که یه تولید کننده محتوا یا کسی که میخواد تازه کار رو شروع بکنه شروع نمیکنه، این مسئله است که به قول خودمون دنبال کمالگراییه. میخواد همه چیز در پرفکت ترین حالت ممکنه خودش باشه. ما این مشکل داشتیم. آره، متاسفانه شاید بگم چندین ماه درگیرش بودیم که حتما باید نمیدونم کانتنتمون فوق العاده باشه، تک باشه، باید باشه ها، قبول دارم اینو. ببین من قبول دارم این حرفو. تا یه جایی وسواس روی کانتنت درسته، آره. ولی تا جایی که جلو تو نگیره که انجامش ندی. آره آقا، شروع بکن، بعد در ادامهش ایده های جدید خودشون میان.
علاوه بر اون یه سری حالا ایدای دیگه اطرافیانت میدن یا ویورها تو کامنت ها میگن بهت. همه این موارد تاثیرگذار است، ولی خب خواهش میکنم ازتون چه توی این کار چه تو هر کار دیگه‌ای که میخواید شروع کنید این کمالگرایی رو کنار بذارید. خوبه تا حدیش، ولی اینکه بخواد باعث جلوگیری از انجام اون کار بشه نه. سعی کنید با حداقل چیزایی که دارید کار رو شروع بکنید. باور کنید بعد از یه مدت انقدری خوب یاد میگیرید با همون امکانات کم محتوای خوب درست بکنید که دیگه اصلا یادتون میره یه ایدئالایی داشتید. تو پادمایند فکر کنم نمیدونم 10مین قسمت میشه، چندمی میشه؟ 8می نه 10میه، تا 9می یا 10میه. همین توی 9 قسمت ویدیو اول رو بخوایم ببینیم با این ویدیویی که الان داریم میبینیم خیلی لولاشون با هم فرق دارن. یعنی من خودم حاضر نیستم ویدیو اولمون رو بشینم ببینم، ولی خب رفته رفته این روند خیلی بهتر میشه. یه کارو برین تو مسیرش خودتون رو ایمپروو کنین، خودتون رو ارتقا بدین و منتظر چیزی نباشین. آقا هم موضوع زیاد دور نشیم، دومی پردرآمده چیه؟ دومی مورد هم که میخوایم راجبش صحبت کنیم حرفه تدوین هستش. در واقع حرفه قبلی با تدوین، یعنی در واقع یوتیوبری یا تولید محتوا و تدوینگری، دو تا میشه گفت شاخه تقریبا متصل هستن. به این صورتی که اگه یادتون باشه اون قسمتی که داشتیم راجع به مشاغل صحبت میکردیم، گفتم تو بحث تدوین میتونی برای خودت تولید محتوا کنی. دقیقا اینجا همین مسئله است. شما ادیت ویدیو رو یاد میگیری و بعد شروع میکنی به تولید محتوا کردن. یکی از برگ برندهایی که داری اینه که تو به عنوان تدوینگر ویدیوی خودت اونقدر شناخت از خودت داری که میتونی محتوایی رو ادیت کنی که به میشه گفت استایلت، به اون سبک ویدیوت بخوره. یه مقدار سخته. بچه‌ای که با ادیتورهای دیگه کار کرده باشن میدونن زمانی که شما محتوا رو تولید میکنید خیلی باید با یه ادیتور کار بکنید تا بتونید باش ارتباط بگیرید، ادیتور بتونه بفهمه استایلتون، سبکتون یا اون وایب ویدیوتون چطوریه تا ادیت خوب براتون بزنه. ولی وقتی خودتون ادیت بلد باشید واقعا خروجی خیلی جذاب‌تر میشه. یه موردی که باید بهش توجه کنیم، ببین تدوین و اینجور چیزا صرفاً مربوط به یوتیوب نمیشه. تدوینای ودینگ هستن، عروسی‌ها و اینجور چیزا، تدوینای مراسم‌های بزرگ هستن، سمینارها هستن، همه اینا مربوط به تدوینه و حتی تدوین‌های فیلم‌های سینمایی. همه اینا جزوشه که اومده جزو پردرآمدترینا. صرفا فکر نکنین وابسته به یوتیوب. ببین تدوین یوتیوب وقتی میگین اگه بخوایم به یه ادیتور بدین ویدیوتون رو اوکی کنه و اینا، شاید واسه هر ویدیو بین 200,000 تومان تا 600,000 تومان ازتون پول بگیره. خب این مبلغی نیست که بیارتش جزو پردرآمدترینا. قطعا منظور ما اون کار حرفه‌ایه، نه حالا صرفا فقط یوتیوب و اینا. یکی از مواردی که باید بهش توجه کرد زیر شاخه های جزئی تر تدوینه. حالا یه سری کار دیگه است مثل جلوه های ویژه که دیگه فوق العاده است از نظر هزینه. یعنی من واقعا یکی از پلنایی که دارم در آینده نزدیک وقتم آزادتر بشه قطعا میخوایم واسه پادمان جلوه های ویژه بیاریم. آره، از پشت اون دایناسور در بیاد، به قول اون رفیقمون. آره کروش. نه من یکی از دوستان چند قسمت قبل‌تر آره که تو پشت صحنه بود خیلی مشتاق بود که دایناسور در بیاد از پشتمون. من تو خب چه ربطی داره دقیقاً دایناسور بیاد چیکار کنه؟ حرف میزنیم مرد حسابی. به صورت کلی هم مقدار هزینه‌ای هم که امیر گفت کفشه 200 تا 600 تومن. حالا اگر کار تخصصی تر بشه و بره تو بحث ودینگ یا حالا ادیت های سینمایی دیگه، اونجا قیمت ها سرسام آوره و هزینه هم میده. اون سابکار برای اینکه کار حرفه‌ای در بیاد واقعا هزینه هم میکنه. در حدی هست که اگر کار یه مقدار پیچیده بشه ممکنه هزینه از دقیقه‌ای فکر میکنم حدوداً 200,000 تومان شروع میشه، دقیقه‌ای 200,000 تومان شروع میشه میره تا 1 خورده. حالا مثلا لیست خیلی حرفه‌ای بخواد باشه بالای 1 تومن میشه هر دقیقه.
یعنی ممکنه شما برای یه ویدیو 5 دقیقه‌ای چیزی بالغ بر 2500 تا 3 تومن هزینه بکنید، حالا یه چیز تقریبا نرمال در بیاد براش. پس تدوین رو حتما و این قیمتی که الان داریم میگیم فقط قیمت‌های ایران، قطعا توی قسمت درآمدهای دلاری وقتی بخوایم وارد بشیم خیلی مبالغ بالاتر از این حرفا میره. ببینید تمامی مشاغلی که داریم راجع بهشون صحبت میکنیم تو این قسمت بخش دلاری هم دارن قطعا. یوتیوب که دیگه مستقیم و کلا اصلا پلن این داستانا بخش درآمد دلاری است. یعنی شما نسبت به درآمد دلاری که داریم، ببین شما الان برید سرچ کنین تو اینترنت نسبت به درآمد دلاری که اون کسب و کار داره رتبه سنجی میشن اینا و هر چیزی که داریم میگیم درآمد دلاریشو باید در نظر بگیریم. ما فقط ایرانیش هم میگیم، تومنش هم میگیم که حالا یه ذهنیتی هم راجع به اینجا داشته باشیم. برای کار پیدا کردن توی بحث مثلا تدوین به صورت دلاری میتونید تو سایت‌های کاریابی مثل حالا لینکدین که معروف ترینشونه پروفایل بسازید، بیوگرافیتون رو بنویسید و سابکار کارتون رو پیدا کنه. یا یکی از حرکت‌های خوبی که میتونید بزنید اینکه توی توییتر بگردید و کسایی که ادیتور نیاز دارن رو شکار بکنید. در واقع تو اینستاگرام هم هست البته. توی اینستاگرام باور کنید روزانه شاید بالغ بر 1000 تا پیج جدید میاد که داره تولید محتوا میکنه و ادیت بلد نیست و اون میتونه یه برگه برنده‌ای باشه براتون که مثلا با 10 تاشون کار کنید، 2 تاشون اون وسط اگر خوب در بیان و بخوام به صورت مستمر کار بکنن شما بردین عملا. شغل بعدی که میخوایم راجبش صحبت کنیم برنامه نویسیه. بذار من بگم دیگه. اوکی بگو. نمیذاره حرف بزنیم ما. آقا ببین برنامه نویسی دیگه آوازش همه جا پیچیده. سلطان برنامه نویسی ایران. همیشه جزو شغلای پردرآمد توی دنیا توی هر سال بوده. تو قسمت قبلی اومدیم راجبش حرف زدیم که آقا از چند طریق شما میتونید درآمد کسب کنید. توی قسمتی که این بالا میاریم تو اون علامت تعجب بزنین میاد و راجبش حرف زدیم که آقا از چند طریق شما میتونید درآمد کسب کنید. کلا برنامه نویسی شغل پردرآمدیه، چه بخواین پروژه بگیرین چه واسه خودتون کار کنین. حالا همه اینا با هم دیگه یه چیز خیلی زیبا ازش در میاد. هم پروژه بگیرین هم واسه خودتون بخواین ایدهاتون رو استارتاپ کنین و ببرین جلو. ببین کلا هر کسب و کاری که شما الان دارین میبینین وصل به برنامه نویسی. هر چیزی که این روزا باش خیلی سر و کار داریم، مثل اسنپ راننده ها و اسنپ فود. اسنپ فود دیگه چرا سختش میکنه؟ آخه میخواستم بگم اسنپ فود دیدم نمیشه. ببین همه اینا اومدن برنامه نویسی شدن و الان دارن روزانه میلیاردها تومن سود میرسونن. مثل دیجیکالا. حالا اوکی دیجیکالا میگیم انبار محصولاتش هم به آرد هست، ولی خب دیجیکالا از کجا داره میفروشه؟ از روز سایتش چطور ساخته شده؟ با برنامه نویسی. البته بگم همه اینا ساخته دست یک نفر نیست. این میشه گفت ساخته یه تیمه، یه تفکر عظیم پشتش بوده و کار یه نفر نیست. هرگز اپلیکیشن بزرگ اینطوری خب با یه نفر دو نفر جمع نمیشن. آره درسته اولش یه فرد یه ذهنیتی رو داره راجع به یه چیزی میاد میخواد پیادهش کنه، میره دنبال 4 نفر، اون 4 نفر دوباره میگن آقا اینو نیاز داریم، دنبال 4 نفر دیگه میگردن و این نهایتا یه اپلیکیشن با 2 نفر 3 نفر استارت میخوره، ولی تو مسیر توسعه و حالا رشدش میاد تعداد افراد بیشتر میشه. الان مثلا اسنپ دیگه مربوط به 20 نفر 10 نفر نیست، اسنپ الان 100 تا برنامه نویس داره واسه خودش. حالا موضوع بعدی هم که دیگه اصلا چی بگیم، مثلا دیجیتال مارکتینگ چیه؟ بخوام به ساده ترین شکل ممکن توضیحش بدم، یه حرفه‌ایه که در راستای پیشبرد اهداف کسب و کارها، چقدر گنده گفتم، به رشد کسب و کارها کمک میکنه و تو بحث میشه گفت تبلیغات‌های دیجیتال یا حالا تولید محتوا و موارد اینچنینی به شدت تاثیرگذاره. دیجیتال مارکتینگ شاید خیلی قبلتر تو ایران بوده ولی چند ساله که خیلی بولد شده.
چرا؟ چون کسب درآمد از فضای مجازی یا حالا فضای آنلاین چند سالی هستش که رو دور اومده و مشکل اساسی که خیلی از کسب و کارها دارن بحث تولید محتوا و تبلیغاتیه که برای اون کسب و کارشون لازم دارن. الان مثل مور و ملخ داره یه سری کسب و کارا به وجود میاد. خب و تنها راه برد بین این همه کسب و کار چیه؟ یعنی که خودتون رو بولد کنین، خودتون رو بیارین تو چشم. حالا اینجا دیجیتال مارکتینگ دقیقاً میاد وسط. زمانی که شما میخواین یه کاری انجام بدین، خودتون رو بیارین بالا، دیده بشین، میان با یه متخصص دیجیتال مارکتینگ حرف میزنین. یا حالا این میتونه شخص باشه یا حالا شرکتایی تو حوزه دیجیتال مارکتینگ دارن کار میکنن، اینا راهنماییتون میکنن. مثلا کسب و کار شما راجع به نمیدونم ساخت میز و فلان و صندلی فلزیه، اوکی شما باید اینطوری تبلیغات کنید. یا مثلا با این وسعت و اینجور چیزا بخواین تبلیغات کنید. یا نمیدونم آنلاین شاپینگ چقدر میخواین بودجه بذارین انقدر، اوکی اینطوری باید تبلیغات کنین، این حرکت رو میتونین بزنین واسه جذب مشتری، فلان جشنواره رو بزنین. ببین کلا یه سری کارهایی که مربوط به این بشه شما بیاین بالا. باور کنید که هزینه بیخودی هم نیست. خیلی از کسب و کارها فکر میکنن که چون الان به درآمد نرسیدن پس نباید با یه متخصص صحبت بکنن. چرا؟ چون هزینه داره براشون. این واقعیته. هزینه‌ای که شما میکنین رو پس میگیرین. ببین هزینه نیست، دیدمون رو عوض کنیم. ببین سرمایه‌گذاری. دقیقاً سرمایه‌گذاریه. نه من دیجیتال مارکترم، نه امیر و نه پلنی داریم براش و نه داریم تبلیغاتش رو میکنیم. ببین دارم واقعیت مشاغل رو میگم. تمامی مشاغل برای اینکه رشد بکنن به همدیگه نیاز دارن. مثال بارزش بحث یوتیوب و یا حالا تولید محتوا و تدوینگری بود. شما یک بار تدوینگر میشی پول در میاری، یک بار دیگه یوتیوبر میشی پول در میاری، یک بار دیگه مثلا توی اینستا تولید محتوا میکنی، یه بار دیگه آنلاین شاپ میزنی و برای اون محصولت محتوا نیاز داری. خب اون محتوا بازم ادیتور نیاز داره دیگه. اینم هست. حالا این وسط اتصالشون کجاست یا ارتباطشون کجاست؟ شما برای اینکه کسب و کارتون دیده بشه یا حالا با یه تاکتیک خوب به استقبال مشتریاتون برید، نیاز دارید از فردی که چند سال توی این حرفه کار کرده کمک بگیرید. باور کنید هزینه بیخودی نیست و تبلیغات، نمیگم تو تلویزیون تبلیغ بکنید، بیخودترین تبلیغات توی تلویزیون و پرهزینه ترین در واقع. همین تبلیغات کوچیک خیلی تاثیرگذارن، البته به کمک یه فرد متخصص. تاثیرش رو دیدیم و داریم اینطور با اطمینان خاطر حرف میزنیم. پیشنهاد میکنم اگر کسب و کاری دارید حتما یه جستجو بکنید تو اینترنت، چه تو یوتیوب چه تو اینستا، چند تا پیج پیدا کنید، نمونه کارهاشون رو ببینید که بعد از چند ماه چقدر رشد داشته کسب و کاری که با اونها کار کرده. فکر میکنم تا اینجا برای دیجیتال مارکتینگ کافی باشه. تبلیغاتم کردیم براشون. بریم سر کسب و کار بعدی و در واقع پولسازترین کسب و کاری که قراره امروز راجبش صحبت بکنیم، یعنی هوش مصنوعی. دیگه من چی بگم از این عزیز دلم؟ آقا هوش مصنوعی هر جایی فکر کنین به درد میخوره. اصلا هیچ طوری نمیشه از این قضیه گریز کرد. کلماتی میگه گریز کرد. آقا چی میگن؟ الان اصلا هیچ طوری نمیشه از این قضیه چشم پوشی کرد. بازم همون شد. ولش کن. خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنین همه گیر میشه. خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنین همه جا به دردمون میخوره. مرسی از اون دوستی که هیدر بهم پیام میده و اینجا صداش میافته. ببین یه سری چیزا ما بهش فکر نمیکنیم اما هوش مصنوعی بهش فکر میکنه. مثلا تا به این فکر کردین اپلیکیشنایی مثل بلد، نشان، کلا اپلیکیشنای مپ درآمدشون از کجاست؟ داداش سایلنتش کن دیگه. یادم رفت. فکر کن این اپلیکیشن ها برای اینکه یه مسیری رو بهت بدن، خب یه درخواستی به سرورشون میدن دیگه، درسته؟ پس اون سرور داره که تو میخوای کجا بری، درسته؟ داره. همه این دیتا پشت سر هم جمع میشن. یعنی من امیرحسین میخوام کجا برم، مهدی میخواد کجا بره، آقای ایکس و ایگرگ میخوان کجا برن
و مسیر تردد میلیون ها آدم و اینا دارن. حالا فقط کافیه همه این دیتا ها رو بدم به هوش مصنوعی و ازش بخوان بهش مسیرهایی که خیلی پرتردد هستن و بهش نشون بده. بعد میان این اطلاعات رو به شرکت های دیجیتال مارکتینگ، که حالا میشه دیجیتال اصلا مارکتینگ، شرکت های تبلیغاتی، میان اینا رو میفروشن. میگن آقا شما اگه بیلبورد بیاین اینجا بزنین خیلی تو دید خیلی آدمای زیادی میبیننش. خب پس هوش مصنوعی ببین کجا واقعا کسی فکرشو به این موارد نمیذاره، واقعا نمیشه فکر کرد راجع به همچین چیزایی. ولی خب ببین هوش مصنوعی همینجا هم داره درآمد میده. اتفاقا چند روز پیش یه دونه چیز دیدم، یه دونه هوش مصنوعی که با پایتون نوشته شده بود و واسه یه کافه بود. بعد دقیقاً اینطوری بود که رو کامرا تشخیص میداد آدما رو، بعد مثلا دورش مربع میکشید نیم بشه این آدم چند دقیقه است اینجا رو اشغال کرده. مثلا یکی 1 ساعت و ربع اونجا نشسته، یکی 5 دقیقه است اونجا نشسته. بعد کارکنانش که اونجا بودن خب پشت بار بودن، حالا یه چیزی میدادن و اینا، بالا سر هر کدومشون اسمشون رو نوشته بود. بعد نوشته بود چند لیوان قهوه به یکی دادن. بعد همه اینا رو خب اصلا اون فرد میتونه واسه ارتقای خودش استفاده کنه. فلان کارمندم خیلی خوب عمل کرده، مثلا نمیدونم این قسمت کافه‌مو خیلی بیشتر دوست دارن، میان اینجا میشینن دیگه بلند نمیشه طرف، بقیه جا هم سعی کنه مثلا بهترشون کنه و این داستانا. ببین خیلی ساده از هوش مصنوعی میشه خیلی استفاده خفنی کرد. واسه همینه جزو پردرآمدترین شغل‌های سال 2023 هستش. هوش مصنوعی صرف به این که مثلا توی نرم افزار بلد یا توی کافه استفاده بشن برای دریافت یه سری اطلاعات باشن و حالا خروجی که امیر گفت رو بدن استفاده نمیشن. خیلی گسترده تره. مثلا تو همین مشاغلی که ما اینجا راجبش صحبت کردیم همشون بلا استثنا میتونن به هوش مصنوعی وصل بشن. حالا منظورم از وصل شدن اینه که به کمکش خودشون رو ارتقا بدن. توی بحث برنامه‌نویسی که دیگه قبلا راجبش صحبت کردیم، بهت کد آماده میده در حدی که حتی میتونه کدت رو دیباگ کنه، یعنی خطایابی کنه. تو تدوین کمک میکنه، تو ساخت تدوین فوق‌العاده است. تو تدوین ایده هایی که بهت میده واقعا محشرن. تو بحث تولید محتوا هم که دیگه دیدیم خیلی از چنل‌ها دارن کار میکنن که بدون اینکه خودشون بیان جلوی دوربین یه کاراکتر آماده رو استفاده میکنن. فکر میکنم سایت میدجرنی بود یا نه؟ میدجرنی عکس میداد. آره. توی ویدیویی که هوش مصنوعی رو تست کردیم که این بالا بازم میاد اونجا بریم ببینیم. آره دقیقاً. یه کاراکتر آماده میاد، شما متن رو بهش میدید و با صدای خودش راجع به موضوع صحبت میکنه. یعنی حتی نیاز نیست شما جلوی دوربین هم وایسید. اینم از 5 تا شغل پردرآمد سال 2023 که راجبش صحبت کردیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. البته که مشاغل دیگه هم هستن که حالا بهشون اشاره هم کردیم، مشاغلی مثل حالا آنلاین شاپ‌ها که خیلی درآمد دارن، یا اینکه بتونید اگر یه سایتی بالا بیارید، نه حتما توی اینستا باشه، یه سایتی بالا بیارید و یه محصول یونیک برای ارائه داشته باشید که فوق‌العاده است. مشاغل دیگه تو بحث فروش مثل دراپ شیپینگ هستش که اگر بتونید یه محصولی رو از خارج از کشور وارد بکنید با یه قیمت خوب و تو کشور بفروشید و حالا برعکسش هم باشه که دیگه عالی میشه. یعنی یه محصول یونیک خودتون تولید بکنید و بعد توی یه کشور خارجی اون رو بفروشید. حتما راجع به این موضوع یه ویدیو میریم و راجعش صحبت میکنیم چون یکی از مشاغل فوق العاده پردرآمده. پیشنهاد میکنم حتما توی کامنت ها به ما بگید که چه مشاغلی رو ما یادمون رفته و دوست داشتید راجعش صحبت بشه. حتما توی ویدیو بعدی راجعشون صحبت میکنیم. مثل همیشه نظر پیشنهاد انتقاد چیزی داشتین حتما برامون تو کامنت ها بنویسین. لایک و سابم یادتون نره. تا ویدیو بعدی. بای بای.